به این نمودار تورم در کشور پرو نگاه کنید. پرو از دهه 70 میلادی درگیر تورم‌های بالا بود. تورمی که از 50، 60، 70% شروع شد و در نهایت به ابر تورم 7000% در سال 1990 رسید. اما چند سال بعد تورمشون به زیر 10% رسید و از اون موقع سال هاست که تورم پرو هولوش 2 تا 3%. یعنی از تورم 7000% به تورم 2% رسید. یا برزیل، کشوری که دهه‌ها با تورم مزمن و چند صد درصدی زندگی میکرد، اما حالا سال هاست که تورمش تک رقمیه. یا حتی شیلی، کشوری که زمانی تورم بالا بخشی از زندگی روزمره مردمش بود، ولی امروز یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتینه. و اینجاست که یه سوال اساسی مطرح میشه. سوالی که احتمالاً مهمترین سوال امروز ما مردم ایرانه. و اونم این که خب چه اتفاقی افتاد؟ تورم چطوری درمان شد؟ چطور کشورهایی که سالها و حتی دهه‌ها درگیر تورم و ابر تورم بودن تونستن به چنین ثبات اقتصادی برسن؟ توی این ویدیو قراره با مرور تجربه کشورهای آمریکای لاتین در دهه 80 و 90 بفهمیم که چرا تورم خیلی راحت به وجود میاد ولی خیلی سخت از بین میره. و در نهایت به یک تحلیلی برسیم که برای درمان تورم در ایران دقیقاً از کجا باید شروع کرد. اینجا ماکوتاست، جایی که قراره با تکیه بر داده‌های علمی و شواهد تاریخی به دل تاریخ، اقتصاد و سیاست جهانی سفر کنیم تا رازهای نهفته در پس موفقیت‌ها و ناکامی‌های کشورهای مختلف رو بررسی کنیم و نگاه جامع‌تری رو به دنیای اطرافمون پیدا بکنیم. بیایید با هم بریم به 28 جولای 1985. لیما، پایتخت پرو. یه سیاستمدار 36 ساله، کاریزماتیک و به شدت محبوب، داره سوگند یاد میکنه. آلن گارسیا، رئیس جمهور جدید پرو، کشوری که بیش از یک دهه است درگیر تورمای بالاست و تورم به بالای 100% رسید. مردم خستن، تحت فشارن و واقعاً به دنبال یه امید تازه میگردن. گارسیا دقیقاً با همین وعده امید میاد جلو. پرشور و جوونه و میگه که قرار مسیر گذشته رو کنار بذاره و یه مسیر جدید رو آغاز کنه. اون وعده میده که اقتصاد هر سال 6% رشد بکنه، دستمزد کارگرا بالا بره و همه اینا بدون اون نسخه های دردناکیه که اقتصاددانها و صندوق بین‌المللی پول سالهاست که دارن پیشنهاد میدن. حقوق کارکنای دولت با دستور مستقیم اون بالا میره. حداقل حقوق افزایش پیدا میکنه. نرخ بهره پایین میاد تا وام گرفتن برای مردم و کسب و کارها ارزون بشه. مالیات ها کاهش پیدا میکنه تا پول بیشتری توی جیب مردم بمونه. همزمان برای کاهش تورم قیمت کالاهای اساسی رو ثابت نگه می‌دارن. نرخ ارز هم به صورت دستوری کنترل میشه تا کالاهای وارداتی ارزون‌تر در بیاد و هزینه زندگی مردم کمتر بشه. قبول دارید خیلی جذابه؟ تازه اینا فقط یه سری تصمیم گتره‌ای و کیلویی نبود. پشت این تصمیم‌ها یه منطق فکری و اقتصادی هم بود. از نگاه اونا مشکل اصلی اقتصاد پرو کمبود تولید نبود، کمبود تقاضا بود. کارخونه‌ها خب بلا استفاده مونده بودن، کارگران بیکار بودن. پس چرا نیایم به مردم پول بدیم تا این ظرفیت‌های خالی فعال بشه؟ اونا باور داشتن که اگر مردم قدرت خرید داشته باشن، تولید بالا میره و اقتصاد میتونه خیلی سریعتر رشد کنه و در نتیجه تورم هم زیاد نمیشه. در مجموع برنامه گارسیا 3 هدف اصلی داشت. اولیش فعالسازی رشد اقتصادی، توزیع دوباره درآمد به نفع طبقه کارگر و تأکید بر استقلال اقتصادی و ملی‌گرایی. برای رسیدن به این اهداف تعرفه‌ها بالا رفت، واردات کنترل شد تا از صنایع داخلی محافظت بشه، بانک‌های دولتی وامای ارزون دادن و یارانه‌های سنگینی روی کالاهای مثل مواد غذایی و بنزین اعمال شد. و خب اوایلش انگار همه چیز داشت فوق‌العاده جواب میداد. توی سال 1986 رشد اقتصادی پرو رسید به عدد خیره کننده 9.5%. این یکی از بالاترین نرخ‌های رشد توی کل دنیا. کارخونه‌ها دوباره راه افتادن. ساخت و ساز جون گرفت و کلی شغل ایجاد شد. دستمزد واقعی کارگرا، یعنی قدرت خریدشون، به شکل محسوسی بالا رفت. مردم عادی با تمام وجودشون داشتن حس می‌کردن که زندگیشون بهتر شد. و جالب‌تر از همه این که تورم هم کاهش پیدا کرد. تورمی که سال 1985 حدود 160% بود، توی سال 1986 نصف شد و به حدود 77% رسید. صحنه تقریباً جادویی به نظر می‌رسید. فکرشو بکن، حقوقا رو بالا میبری، خرجا رو زیاد می‌کنی و بعد تورم میاد پایین. مشاورای گارسیا اینو گذاشتن به عنوان سند اینکه اقتصاددان‌های جریان اصلی اشتباه می‌کنن. میگفتن که ببین، میشه همزمان هم رشد داشت، عدالت اجتماعی داشت و ثبات رو هم حفظ کرد. روزنامه‌ها اسمش رو گذاشته بودن معجزه پرو و محبوبیت گارسیا سر به فلک کشیده.
اما خب شاید واسهتون سوال بشه که این اتفاق چطوری ممکن شده بود. پرو توی سال 1985 کلی ظرفیت خالی داشت. کارخونه‌هایی که بیکار مونده بودن. وقتی که تقاضا یوهوی بالا رفت، این کارخونه‌ها یه مدت واقعاً تولید رو بیشتر کردن. و از اون طرفم دولت داشت قیمت‌ها رو به صورت دستوری مهار می‌کرد. در عین حالم دولت داشت با پس‌اندازاش ولخرجی می‌کرد. ذخایر ارزی رو داشت خرج می‌کرد برای واردات ارزون کالا. ذخایری که دولت‌های قبلی ذره ذره جمع کرده بودن، داشت مصرف می‌شد. یه جورایی شبیه کسی که انگار برای اینکه خونش رو گرم بکنه، شروع کنه به سوزوندن وسایل خونه. و این نقطه اوج سرخوشی بود. اقتصاد در حال رشد. قدرت خرید به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده بود و تورم هم ظاهراً داشت مهار می‌شد. اونا گارسیا رو به عنوان نابغه تحسین می‌کردن. یه قهرمان جدید آمریکایی لاتین که نسخه‌های نئولیبرالی رو به چالش کشیده بود. اما از اوایل 1987 یعنی حدود 1.5 سال بعد از شروع این آزمایش بزرگ کم کم اوضاع داشت تغییر می‌کرد. این مدل جادویی داشت با دیوار سخت واقعیت برخورد می‌کرد. کارخونه‌هایی که دوباره راه افتاده بودن حالا به حد اکثر ظرفیتشون رسیده بود. از اون طرف چون دولت نرخ ارز رو به صورت دستوری پایین نگه داشته بود و واردات رو ارزون کرده بود، بنگاه‌های پرویی برای خرید قطعات و مواد اولیه با مشکل کمبود دلار روبرو شدن، چون که ذخایر ارزی کشور، یعنی همون پس‌انداز دلاری، داشت به شکل خطرناکی ته می‌کشید. در همین حین کسری بودجه هم از کنترل خارج شد. یارانه‌های سنگین برای مواد غذایی و سوخت، حمایت از شرکت‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها باعث شده بود که دولت خیلی بیشتر از درآمدش خرج کنه. کسری بودجه که در سال 1985 حدود 4% از GDP بود، در سال 1987 به حدود 10% رسید. و خب این همه پول از کجا تامین می‌شد؟ عمدتاً با چاپ پول. طبیعتاً تورم دوباره جهش کرد. در سال 1987 از حدود 77% سال قبل شد 88% و سال بعد 600%. دولت داشت کنترل قیمت‌ها را از دست می‌داد. دلار داشت روز به روز گرانتر می‌شد، اونم در حالی که نرخ رسمی هنوز ثابت نگه داشته شده. شکاف بزرگ بین نرخ رسمی و بازار سیاه نشونه واضح یه بحران ارزی. گارسیا سر دوراهی قرار گرفت. شاید تصمیم منطقی این بود که عقب نشینی کنه، ارز دولتی رو تعدیل کنه و هزینه‌ها رو هم کم کنه. اما خب این یعنی اعتراف به شکست آزمایشش و وارد کردن فشار به همون گروه‌هایی که خودش مدعی دفاع از اونها بود. از نظر سیاسی این عقب گردی بود که نمیخواست انجام بده. پس به جاش فشار رو بیشتر کرد. اواسط سال 1987 گارسیا تصمیم نمایشی و در نهایت ویرانگر گرفت. ملی کردن بانک‌های خصوصی. با یه امضا همه بانک‌ها دولتی شدن. چرا؟ چون گارسیا عصبانی بود که بانک‌های خصوصی اعتباردهی رو کم کرده بودن و سرمایه‌ها داشت از کشور فرار می‌کرد. ثروتمندا پولش رو می‌فرستادن بیرون. فکر می‌کردن اگه دولت کنترل بانک‌ها رو دست بگیره، میتونه وام‌ها رو خودش هدایت بکنه و جلوی خروج سرمایه رو هم بگیره. اما خب نتیجه نداد. با شدت گرفتن فرار سرمایه، ذخایر ارزی پرو عملاً داشت از بین میرفت. دولت هر روز بیشتر از واردات داشت عقب میافتاد. کارخونه‌ها دیگه قطعات و مواد اولیه پیدا نمی‌کردن، چون که ارزی نبود که بخوام باش وارد کنن. از اون طرف کشاورزا هم به کود و نهاد دیگه دسترسی نداشتن. کمبودها شدیدتر شد و تورمی که داشت بالا میرفت رفت روی دور تند. توی اوایل 1988 پرو عملاً وارد فاز ابرتورم شد. قیمت‌ها ماهیانه بالای 50% رشد می‌کردند. فقط در نیمه اول 1988 تورم سالانه از 1000% هم عبور کرد. همون کارگرهایی که گارسیا می‌خواست کمکشون بکنه دیدن که قدرت خریدشون نابود شد. تا اواسط 1988 قدرت خرید کارگرها نصف سال قبل شده. پس‌انداز طبقه متوسط هم دود شده بود، مگر اونایی که زودتر پولشون رو به دلار یا طلا تبدیل کرده بودن. بازنشسته‌هایی که درآمد ثابت داشتن به سمت فقر مطلق کشیده شده بود. نرخ فقر جهش کرد و تناقض تلخ ماجرا این بود که ثروتمندایی که داراییشون خارج از کشور یا مثلا توی ملک و زمین بود کمتر آسیب دیدن و بیشترین ضربه رو فقرا و طبقه متوسط خورد، همونهایی که قرار بود ذی‌نفعان این سیاست جدید باشن. توی این نقطه بحرانی دولت گارسیا چند تا تلاش پراکنده برای مهار اوضاع کرد. مثلا یارانه‌ها رو یکم کم کرد یا قیمت بنزین رو افزایش داد، نرخ رسمی دلار رو بیشتر کرد. اما این کارها خیلی کم بودن و خیلی دیر. هر بار که اونا می‌خواستن یه تصمیمی بگیرن، اعتراض خیابونی یا فشارهای سیاسی بلند می‌شد و از تصمیم یا عقب نشینی می‌کردن و یا خب تصمیمشون بی‌اثر می‌شد. از نظر اقتصادی کشور تقریباً غیر قابل اداره شده بود. به سال 1989 تورم سر به فلک کشید. بعضی برآوردها میگن بالای 7000% در یک سال. یعنی قیمت‌ها تقریباً هر یکی دو هفته 2 برابر می‌شد. دوره 5 ساله گارسیا داشت با ویرانی کامل اقتصادی تمام می‌شد.
اما پرو تنها کشوری نبود که اون زمان گرفتار چنین تورمایی بود. آرژانتین هم تقریبا داستان مشابهی داشت. دولت دموکراتیک بعد از سال 1983 زیر فشار اجتماعی با فریز کردن دستمزد و قیمت و چاپ پول خواست رشد بسازه و تورم را مهار کنه و نتیجهش تا 1989 ابر تورم و فروپاشی پولی بود. برزیل هم همینطور. حتی قبلتر از اینها شیلی دوران سالوادور آلنده هم تقریبا مو به مو همین الگو رو طی کرد. افزایش شدید دستمزد، کنترل قیمت، رونق اولیه، بعد کمبود، تورم 300% و در نهایت کودتا برای برقراری نظم. وقتی که به تورم‌های شدید آمریکای لاتین در دهه 70 و 80 نگاه می‌کنیم، به وضوح میشه دید که نقطه شروع این تورم‌ها قبل از اینکه اقتصادی باشه، سیاسی بود. کتاب اقتصاد کلان پوپولیست بر آمریکای لاتین که منبع اصلی این ویدیو هم هست، دقیقاً روی همین نکته دست میذاره. این کتاب نشون میده که تورم‌های بزرگی که کشورهای مثل پرو، آرژانتین، برزیل و شیلی تجربه کردن، نتیجه یه انتخاب سیاسی بودن. انتخابی به اسم پوپولیسم اقتصادی. پوپولیسم از نگاه این کتاب یعنی این باور که میشه بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واقعی و قوانین اقتصاد مثل محدودیت بودجه، ظرفیت تولید، تجارت خارجی و غیره، صرفاً با بالا بردن دستمزدها، گسترش هزینه‌های دولت و کنترل قیمت‌ها خیلی سریع رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ایجاد کرد. که خب دیدیم نتیجهش توی این کشورها هم چی شد. پس تا اینجا فهمیدیم که اصلاً چطوری خیلی از کشورها درگیر تورم مزمن و طولانی میشن. اما خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد. اونم این که خب دولت‌ها که بعد یه مدتی میبینن سیاست‌هاشون چه نتایجی رو به همراه داره. پس چرا خب خیلی ساده کنترل زد نمیزنن، از کارهای غلطشون دست نمیکشن تا اوضاع درست بشه؟ وقتی داریم درباره مهار تورم صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی تثبیت اقتصادی. یعنی خرجا کم بشه، مالیات‌ها بالا بره و یا شاید ارزش پول کم بشه و نرخ بهره زیاد. مشکل اینه که همه این کارها بالاخره به یه عده آسیب میزنه. کم کردن هزینه‌های دولت یعنی اخراج و کاهش حقوق کارکنان دولتی و از اون طرف ناراضی کردن گروه‌های حامی، یا مثلا حذف برنامه حمایتی یعنی ضربه به اتحادیه‌ها و اقشار ضعیف. از اون طرف بالا بردن مالیات به ضرر کسب و کارها و ثروتمنداست. حذف یارانه سوخت و غذا مخصوصا مصرف کننده‌های شهری رو حسابی ناراحت میکنه. نکته اینه درمان بی درد وجود نداره و خب برای این درمان گروه‌های اجتماعی باید هزینه بدن. سوال سیاسی دقیقاً همینه. کدوم گروه؟ توی پرو اتحادیه‌های کارگری و کارکنای بخش دولتی مصمم بودن که زیر بار کاهش دستمزد نرن. حتی وقتی که تورم داشت اوج میگرفت خواهان افزایش اسمی حقوقشون بودن. اونا میدونستن که این افزایش‌ها خیلی زود با تورم بی اثر میشه، اما از نظر خودشون منطقی بود که هر چی میتونن الان به دست بیارن، چون اگه حقوقشون بالا نره و بعد قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا کنه عقب میافتن. از اون طرف فعالای اقتصادی هم اصلاً حاضر نبودن هزینه بدن، نه مالیات بیشتری می‌خواستن بدن و نه ریسک مصادره و ملی سازی شرکت‌هاشون رو بپذیرن. خیلیشون شروع کردن به اینکه پولشون از کشور خارج کنن. دولت هم عملاً بین این گروه‌های اجتماعی مختلف و فشارهاشون گیر کرده بود. نه اینقدر قدرت داشت که به زور بتونه همه رو سر جاشون بشونه و نه توان اینو داشت که بتونه همه رو سر یه میز جمع کنه تا به یه توافق جمعی برسن. در نتیجه دولت رفت سراغ راه فرار همیشگی. چاپ پول یه جور عقب انداختن اون تصمیم سخت بود. درد رو یواش و نامرئی پخش می‌کنی بدون اینکه امروز رسما بگی کی بازنده است و کی برنده. اما خب همونطور که دیدیم فقط باعث شد درد نهایی چند برابر بدتر بشه. سوال اصلی اینه چرا این کشورها نتونستن زودتر به این جنگ فرسایشی پایان بدن و جلوی این همه درد رو بگیرن؟ برای جواب به این سوال نیازه که با معمای دو زندانی در نظریه بازی‌ها یکم بیشتر آشنا بشیم. فرض کنید دو نفر جدا از هم بازداشت شدن. هیچ راه ارتباطی هم با هم ندارن. پلیس فقط یه چیزی بهشون میگه: یا سکوت کن یا علیه اون یکی اعتراف کن. خب قانون ساده است. اگه هر دو سکوت کنن و هیچ کس علیه اون یکی اعتراف نکنه، هر دو آزاد میشه. اگر یکیشون خیانت کنه و اون یکی سکوت بکنه، خیانت کننده آزاد میشه و اون یکی 10 سال حبس میگیره. و اگر هر دوتا خیانت بکنن، هر دو 6 سال زندان میرن. حالا هر کدوم تنها نشستن و دارن فکر میکنن. با خودشون میگن که اگر اون یکی خیانت بکنه و من سکوت بکنم، خب 10 سال میرم زندان. ولی اگر من هم خیانت بکنم، حتی در بدترین حالت 6 سال میرم زندان. پس تصمیمی که منطقی به نظر میاد چیه؟ خیانت. چون که هیچ کدوم از این دو نفر به همدیگه اعتماد ندارن و در نتیجه هر دو همین تصمیم رو میگیرن. هر دو 6 سال زندان میرن. در حالی که اگر به هم اعتماد میکردن، هر دوتاشون آزاد میشدن. باز بیایید یه مثال دیگه بزنیم. یه استادیوم فوتبال تصور کنید که همه توش ایستاده دارن بازی رو میبینن. طبیعتاً همه ترجیحشون اینه که بشینن تا پاشون خسته نشه.
اما خب اگه یه نفر بخواد بشینه، چون که بقیه وایسادن، عملاً باعث میشه که دیدش مسدود بشه و نتونه بازی رو ببینه. در نتیجه هیچ کس حاضر نیست به عنوان اولین نفر بشین و خب نتیجه میشه این که همه تا آخر مجبورن وایسن و اذیت بشن. در حالی که اگر این آدما با هم همکاری میکردن، اون وقت همه با هم میشستن و کیفشو میبردن. حالا اصلا اینا چه ربطی به تورم و سیاست و اقتصاد داره؟ توی کشورهای تورمی گروه‌های مختلف جامعه، دولت، کارگرها، کارفرماها، ثروتمندا، مثل همون دو زندانی یا تماشاگرای فوتبالن. همه میدونن که برای مهار تورم باید یه نسخه سخت اجرا بشه. کم کردن هزینه‌ها، حذف یارانه‌ها، افزایش مالیات، واقعی کردن نرخ ارز. اما مشکل اینه که هیچ گروهی حاضر نیست اولین گروهی باشه که هزینه‌ها رو بپذیره. کارگرها و مردم عادی میگن که خب چرا من کوتاه بیام و دستمزدم کم بشه، در حالی که دولت داره ولخرجی میکنه و ثروتمندا هم دارن سود میکنن. از اون طرف کارفرماها میگن که چرا من باید مالیات بیشتری بدم و ضرر کنم. دولت هم از اون طرف با خودش میگه اگه من فشار بیارم اعتصاب و شورش میشه و من از جهت سیاسی نابود میشم. این دقیقاً همون معمای زندانیه. همکاری جمعی به نفع همه است، اما وقتی اعتماد وجود نداره، منطقی ترین انتخاب فردی اینه که فقط به فکر خودت باشی. و خب نتیجه تثبیت اقتصادی هی عقب میفته. از نگاه نظریه بازی ها هر جناح منتظره اون یکی اول تسلیم بشه، در حالی که اقتصاد خب داره خونریزی میکنه. هرچی این بنبست طولانی تر بشه، تورم بیشتر میشه، اقتصاد کوچیک‌تر میشه و کیک کل اقتصاد هم کوچیک‌تر میشه. و در نهایت وقتی بالاخره یکی برنده میشه یا کل سیستم فرو میریزه، دیگه چیز زیادی باقی نمونده برای تقسیم کردن. توی پرو وقتی جنگ فرسایشی تموم شد، یعنی با سقوط دولت گارسیا و شوک درمانی 1990، اقتصاد به شدت آب رفته بود و فقر به اوج رسیده بود. این جنگ نه با پیروزی یک طرف، بلکه با باخت بزرگ همه تموم شد و در نهایت یه نیروی بیرونی، یعنی دولت جدید با حمایت ارتش، راه حل رو تحمیل کرد. پس یه نکته مهمه و باید خیلی روش تاکید بکنیم. تورم ادامه پیدا کرد نه چون کسی نمیدونست چطور باید جلوشو گرفت. ادامه پیدا کرد چون مهار کردنش نیاز به اقدام جمعی داشت. چیزی که سیاست کشور قادر به تولید کردنش نبود. یه لحظه برگردیم به اون مثال استادیوم فوتبال. یه حالت ایدئال اینه که وقتی همون لحظه وایسادن، یه نفر که اکثریت رو حرفش حساب میکنن و بهش اعتماد دارن، یه لحظه بره وسط زمین و با میکروفون از همه خواهش کنه که بشینن سر جاشون. این دقیقاً همون وظیفه‌ایه که به عهده دولت هاست. این که بتونه گروه‌های مختلف رو پای میز بیاره و همه رو همراه بکنه که آقا یه سری کارا باید انجام بشه. اما خب توی کشورهای تورمی و کشورهایی که نهادهای ضعیفی دارن، معمولاً مشکل اینه که حکومت به شدت ضعیف شده و هیچ کس دیگه بهش اعتماد نمیکنه. در نتیجه عملاً تواناییش رو برای هر اصلاحی از دست میده. حالا میرسیم به اون سوال اصلی ویدیو. این تورمی که انگار نمیمیره رو چطوری بالاخره میشه کشت؟ توی پرو تا 1990 تقریباً همه، یعنی فقیر و غنی، دیگه به سطوح اومده بودن. توی این شرایط آلبرتو فوجیموری رئیس جمهور پرو شد. مردم عملاً بهش اختیار دادن که آقا هر کاری لازمه رو بکن تا تورم تموم بشه. و خب اونم همین کارو کرد. فوجیموری عملاً یه شبه کودتا کرد و مجلس رو منحل کرد تا هیچ کس نتونه مزاحم برنامه‌های اصلاحیش بشه. فوجیموری یکی از سخت‌ترین برنامه‌های شوک درمانی تاریخ رو اجرا کرد. قیمت بنزین مثلا یه شبه 3000% بالا رفت. شورش شد، اعتراض شد، اما دولت قدرت لازم رو داشت که عقب نشینی نکنه. و خب واقعاً روش خیلی خشنی بود. کارگرها و فقرا با حذف یارانه‌ها و تعدیل‌ها درآمدشون واقعاً افت کرد. از اون طرف فعالان اقتصادی هم از کاهش شدید ارزش پول و مالیات‌های بالاتر ضربه خوردن. اما فرقش این بود که این بار هیچ گروهی نتونست جلو این اتفاقات رو بگیره. ابرتورم بالاخره متوقف شد. اما خب هزینه‌اش وحشتناک بود. طبق بعضی برآوردها، کارگر پرویی در 1990 فقط 1/3 یا حتی 1/4 قدرت خرید سال 1985 رو داشت. به عبارتی اقتصاد مجبور شد از یه سطح خیلی پایین‌تری ریست بشه. مثل یه مهمونی دیوونه‌وار که بعدش یه خماری عظیم میاد. خوشی تموم شده بود و فقط سردرد مونده بود. و توی مورد پرو این درد یه نسل کامل رو زخمی کرد. جامعه به این نتیجه رسیده بود که هر تثبیتی هر چقدر هم دردناک از ادامه هرج و مرج بهتره. درست که تراژیکه، ولی خیلی وقتا بحران‌های شدید چنین اجماعی رو میسازن و این خودش هشدار مهمه. اگر جامعه نتونه این تعارض‌ها رو به شکل دموکراتیک حل بکنه، در باز میشه به روی مردان قدرتمندی که میگن من درستش میکنم به هر قیمتی که شده. و خیلی وقتا طبقه متوسط و حتی نخبگان هم از این راه استقبال میکنن، چون که از آشوب اقتصادی وحشت داره.
و البته که این قصه فقط مختص پرو نیست. سیاسی بودن درمان تورم رو توی اکثر موارد آمریکای لاتین میشه دید. در شیلی تورم بعد از کودتای 1973 و سقوط دولت آلنده فروکش کرد. در آرژانتین تورم وقتی مهار شد که کارلوس منم سر کار اومد و آگاهانه ائتلاف پوپولیستی خودش رو از بین برد. در برزیل دهه‌ها تورم ادامه داشت تا که جامعه خسته شد و با روی کار اومدن فرناندو انریکه کاردوسو یک اجماع سیاسی علیه تورم شکل گرفت. و در مکزیک بعد از بحران بدهی 1982 حزب حاکم برای حفظ بقای خودش مسیر اقتصادی رو تغییر داد و پوپولیسم رو کنار گذاشت. به عبارتی توی آمریکای لاتین تورم با توسعه اقتصادی حل نشد، با تغییرات سیاسی حل شد. اما این به این معنی نیست که هر تغییر سیاسی هم لزوماً منجر به درمان تورم میشه. اینجاست که عنصر دوم مهم میشه: نهادهای معتبر. بعد از توافق باید سازوکاری باشه که همه مطمئن بشن کسی تقلب نمیکنه و وقتی که اوضاع بهتر شد دوباره کسی نمیاد زیر میز بزنه. این یعنی که دست سیاستگزار باید بسته باشه. برای تورم راه کلاسیکش بانک مرکزی مستقله. دهه 90 توی آمریکای لاتین دقیقاً به همین خاطر موج استقلال بانک‌های مرکزی راه افتاد. پرو هم بعد از مهار تورم توی قانون اساسیش توی سال 1993 بانک مرکزی رو مستقل کرد و مأموریتش رو گذاشت حفظ ثبات قیمت‌ها. در پرو از دهه 90 به بعد تورم عمدتاً تک رقمی موند. درآمد سرانه مردم پرو طی 3 دهه 7 برابر شد. خب حالا که با هم قصه آمریکای لاتین رو مرور کردیم، برگردیم به معمای تورم در ایران. اینکه چرا توی ایران تورم نه تنها درمان بشون نیست، بلکه سال به سال داره بدتر از قبل میشه. از دهه 90 به بعد جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شد که اقتصادش عملاً زیر فشار سنگین تنش‌های بین‌المللی و تحریم قرار گرفت. تحریم‌ها یعنی کاهش درآمد ارزی، محدود شدن تجارت و کوچکتر شدن کیک اقتصاد. اما اینجا یه مسئله سیاسی جدی به وجود اومد. پذیرفتن این واقعیت که آقا اقتصاد تحریم شده یعنی رشد کمتر و فشار روی زندگی مردم، هزینه سیاسی خیلی بالایی داشت. برای سیاستمدارای ایران مهم بود که نشون بدن که آقا این تحریم‌ها فلج کننده نیست. پس یه انگیزه قوی شکل گرفت که دقیقاً همون نقطه شروع پوپولیسم اقتصادی. این که نشون بدن که این محدودیت‌ها محدودیت نیست. میشه همزمان مقاومت کرد، رشد داشت و زندگی مردم هم خیلی آسیب نبینه. پس به جای تطبیق صریح اقتصاد با محدودیت‌ها، سیاست جوری تنظیم شد که این محدودیت‌ها کمتر دیده بشه. با تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، پرداخت انواع یارانه‌ها، ارز ترجیحی ارزون، بزرگتر کردن نقش دولت و عقب انداختن هزینه‌ها به آینده، به امید اینکه شاید در آینده مثلا یک گشایشی حاصل بشه. و درست همینجا بود که خواسته یا ناخواسته اقتصاد وارد مسیر پوپولیسم شد. مسیری که توی اون هزینه واقعی محدودیت‌ها به جای تصمیم سیاسی شفاف از مسیر تورم، کسری بودجه و فرسایش تدریجی زندگی مردم پرداخت شد. و خب نتیجه شده این که امروز در سال 1404 رسیدیم به شرایطی که ادامه دادن این مسیر کشور رو به سمت ابرتورم میبره و ادامه ندادنش خب از اونم سخت‌تره. برای مهار تورم خیلی مهمه که دولت 2 تا کار رو بتونه انجام بده. یکی این که بتونه ناترازی بانکی رو برطرف بکنه، یعنی به سیستم بانکیش نظم و انضباط بده، و دوم که شاید از اونم مهمتره اینه که بتونه کسری بودجه‌اش رو برطرف کنه. و این یعنی چی؟ یعنی افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بیایید با هم یه نگاهی به لایحه بودجه 1405 بندازیم. چرا فهم بودجه اینقدر مهمه؟ چون بودجه در عمل یه میدان تقسیم قدرت بین ذینفع‌های مختلفه که درباره‌اش صحبت کردیم. هر ردیف بودجه فقط یه عدد نیست، پشتش یک گروه اجتماعی و سیاسی واقعی وایساده. بیایید با هم به چند تا از عددهای درشت بودجه 1405 نگاه کنیم. آموزش پرورش یعنی معلم‌ها، خانواده‌ها و دانش آموزان. بهداشت و درمان یعنی بیمارستان، پزشک، پرستار و جون آدم‌ها. وزارت کار و رفاه یعنی حقوق بازنشسته‌ها، بیکارها و حداقل بگیر. بخش یارانه که بزرگترین بخش بودجه است که شامل یارانه نقدی، یارانه نان و کالابرگ میشه، یعنی میلیون‌ها خانواری که حذفش رو همون شب حس میکنن. دست زدن به بخش امنیتی و نظامی هم که خب در شرایطی که کشور هر روز به حمله نظامی داره تهدید میشه، برای سیاستمدارا چالش بزرگی. حتی نهادهای فرهنگی مذهبی هم با اینکه سهم کوچیکی دارن ولی به شدت گروه‌های ذی‌نفوذی هستن. حتی شاید بشه گفت که از پرقدرت‌ترین گروه‌های حامی نظام سیاسی. اون بخش سایر مصارف هم مجموعی از بقیه وزارتخونه‌ها و پروژه‌ها و استان‌ها و کلی منافع محلی دیگه است. نکته مهم اینه که فارغ از اینکه هر کدوم از این ردیف‌ها خوبه یا بده، لازمه یا غیر لازمه،
مسئله اینه که هر کدومشون صاحب دارن. به هر ردیفی که دست بزنی نه یک نفر بلکه یک ائتلاف وارد میدون میشه. نماینده مجلس، رسانه، نهاد صنفی، فشار اجتماعی. از اون طرف اگه بخوای منابع رو زیاد کنی چطور؟ اگه بخوای مالیات ها رو زیاد کنی، عملاً داری به کسب و کارها و باز مردم فشار بیشتری میاری. اگه بخوای درآمد ناشی از منابع نفتی رو زیاد کنی، این یعنی باید یارانهای انرژی رو حذف کنی که هم از داخل درآمد داشته باشی و هم مازاد مصرف داخل رو بری صادر کنی. که خب این هم یعنی عملاً فشار مستقیم به مردم. تازه در کنار همه اینها وقتی شما ارز ارزون توزیع می‌کنی، انرژی ارزون توزیع می‌کنی، یه طبقه ای که حیاتش وابسته به این رانت هاست هم شکل میگیره. طبقه ای که به مرور اینقدر قدرتمند میشه که حتی وقتی شما بخواید اینا رو هم اصلاح بکنید به شدت جلوتون وای میسته. این دقیقاً تصویر یه تعادل بد ولی پایدار. تعادلی که همه در نهایت دارن توش ضرر میکنن ولی هیچ کس هم حاضر نیست که هزینه‌هاش رو به جون بخره. بین گروهایی که هر کدومشون دلایل خودشون رو برای حق داشتن دارن. و حکومت هم عملاً نه قدرتشو داره که بتونه به زور همه رو سر جاشون بشونه و نه سرمایه اجتماعی بالایی داره که بتونه بین این گروه‌ها همکاری ایجاد کنه. و مشکل بزرگتر اینه که ساختار سیاسی در کشور اینقدر پخش و پلا و غیر متمرکزه که حتی خود رئیس جمهور هم اگه بخواد نمیتونه خیلی از تصمیمات رو بگیره. به عبارتی ما با ساختاری مواجهیم که قدرت توی اون جوری پخش شده که هیچ بازیگری نمیتونه به تنهایی پای تصمیم وایسه و تا تهش بره. اما هر بازیگری میتونه جلوی بقیه تصمیم‌ها رو بگیره. و خب برای همینم اگه نگاه کنیم به چند سال اخیر می‌بینیم که هیچ مسئله‌ای تقریبا دیگه توی کشور نمیتونه حل شه. از مسائل ساده‌ای مثل فیلترینگ گرفته تا چیزای فرهنگی مثل حجاب و 10 تا مسئله دیگه. چرا؟ چون اساساً این ساختار و این نوع توزیع قدرت امکان گرفتن هر تصمیمی رو از بین میبره. خب این موضوع خودش رو توی مسئله تورم هم داره نشون میده. برای همینه که کسری بودجه در ایران نه با حذف هزینه‌های افزایش درآمد بلکه با تورم داره حل میشه. چون تورم تنها مالیاتیه که نیاز به رأی‌گیری نداره و همه رو بی سر و صدا درگیر. اون چیزی که امروز داریم می‌بینیم بیشتر از هر چیزی ظهور تدریجی و انباشتی اثرات واقعی تحریم هاست. اثرهایی که سال‌هاست به تعویق افتاده بودن و حالا دارن یکی یکی خودشون رو نشون میدن. اونم نه به شکل شوک ناگهانی بلکه در قالب کسری بودجه مزمن، نبود رشد پایدار، افزایش بیکاری، گسترش فساد سیستماتیک و شکل‌گیری یک طبقه رانتی اولیگارشیک. این مسیر نتیجه ی اتفاق لحظه‌ای نیست، نتیجه فرسایش آروم آروم ظرفیت دولت، تضعیف بنیان‌های تولید و جایگزین شدن منطق رانت به جای منطق توسعه است. اگه بخوایم همه این مسیر رو توی یه جمله جمع‌بندی بکنیم، اینه که درمان تورم در ایران نه از بودجه شروع میشه، نه از بانک مرکزی، نه حتی سیاست‌های ارزی. نقطه شروع قبل از همه اینها سیاسته. تورم در ایران محصول یه جنگ فرسایشی بین گروه‌های مختلف جامعه است. جنگی که هیچ کس ولو به حق حاضر نیست اولین نفر هزینه‌شو بده و دولت هم نه اونقدر قدرت داره که بتونه این هزینه رو تحمیل بکنه و نه اونقدر سرمایه اجتماعی که بتونه این هزینه‌ها رو با توافق تقسیم بکنه. و خب برای شکستن این بنبست یه چیز لازمه. یه تکانه سیاسی، چیزی که این نظم فعلی رو یه تغییری بتونه توش به وجود بیاره. تکانه ای که به هر کسی که میخواد تورم رو مهار کنه قدرت بده. یا حالا قدرت ناشی از زور و سرکوب مثل چیزی که توی بعضی از تجربه‌های آمریکای لاتین دیدیم، یا قدرت ناشی از سرمایه اجتماعی، یعنی توانایی قانع کردن، همراه کردن و بستن یه توافق توزیعی جمعی. بدون یکی از این دوتا هر نسخه اقتصادی، هر برنامه تثبیت و هر اصلاح بودجه‌ای قبل از اجرا توسط همین جنگ فرسایشی خنثی میشه. درس مشترک همه کشورهایی که تورم رو درمان کردن اینه: تورم نه با نسخه های اقتصادی بلکه با حل مسئله قدرت مهار شد. خیلی ممنونم که توی این قسمت هم با ما همراه بودید. دوست دارم حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید که به نظرتون این تحلیل چقدر منطبق به شرایط فعلی ایران. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.